یکی خندانیدن شبکه های شیطانی است که طور مردم در لغت عربی ضحکه میگه، چیزای دروغ و ناروا و نادرست جمع میکنه صرف به خاطر که مردم بخنده بخنده بخنده. حالی امروز این دنیا در حد رسیده که مردمای رشید و عاقل و با ثبات وجود نداره دور از مسلمانای واقعی و متدین و باهوش و با عقل. امو شبکه زیاد تعقیب میشه، بیننده زیاد داره که امی کارا را نشر میکنه. امروز خود دنیای فساد است، دنیای فحاشی است. هر شبکه که اذهان مردم تغییر بده، منحرف بسازه، از آخرت غافل بسازه، یا را به فحاشی و عیاشی به